سلام، شما بیننده برنامه مجله صبح هستین و من محب یوسفی تا رأس ساعت 10 میزبان شما هستم. موضوع امروز برنامه در پیوند به کارکردهای مقام ولایت کابل هست و مهمان من هم ضیاءالله هاشمی سخنگوی مقام ولایت کابل در استودیو حضور دارند. شما هم اگر مشخصا دیدگاه دارین میشه با شماره تلفن 0790 13 71 71 با تماس شوین و آنچه مربوط به بحث امروز میشه همراه ما شریک بسازین. خواهشاً زمانی که تماس میگیرین در نخست موقعیت مناسب را اختیار کنین، سپس تماس بگیرین. به دلیل از اینکه پولتان مصرف میشه ولی بعد ما صدای شما را به گونه مناسب نمیتونیم داشته باشیم و همچنان مهمان ما در مورد نمیتونه پاسخ بدن. پس خواهش ما است که زمانی که تماس میگیرین موقعیت مناسب را اختیار کنین و مشخصا در مورد موضوعی که هست صحبت کنین. همیشه بیشتر بینندای ما تماس میگیرن ولی به موضوعات مختلف مثل شهرداری و فواید عامه و بحث‌های امنیتی میپردازن که در روزهایی که مشخص میشه در اون مورد هم صحبت کنین. ولی امروز مشخصا در بحث مقام ولایت کابل و مسئولیت‌هایی که داره میشه که ما و شما بحث کنیم و همچنان آقای ضیاءالله هاشمی در استودیو هستن و در مورد پاسخشان را می داشته باشن. سلام با شما هاشمی صاحب، بسیار زیاد خوش آمدین. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظیم. به سلام شما، علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. در نخست من هم عرض ادب و سلام احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز شما. خدا کنه که خوب و خوش و موفق و کامگار باشین و تشکر از اینکه ما را دعوت کردین برنامه خود. سلامت باشین. ممنون از حضورتان در آغاز در مورد فعالیت ها و سفرهایی که شما و رهبری مقام ولایت کابل به ولسوالی ها داشت میشه معلومات بتین در کدام عرصه ها بود، چرا ساختین و در مورد از اینکه خواست مردم چه بود از شما؟ تشکر. سفرهای ما که بود سفرهای مختلف بود. بعضی سفرها به علت ملاقات امرای مردم و بعضی سفرها به خاطر دیدن مشکلات امنیتی و بعضی سفرها به خاطر بازسازی که در بعضی ولسوالی ها میشد به خاطر ازی کرده بودیم. اکثر سفرهایی که ما به ولسوالی کردیم و نشست هایی که ما امرای بزرگان داشتیم، امرای علما داشتیم، امرای خود مسئولین به ولسوالی ها داشتیم، بیشتر به هر ولسوالی که می رفتیم ولسوالی به سطح خود مشکلات داشت. نسبت به مشکلات ولسوالی ما هم به امو ولسوالی سفر کردیم، ولسوالی که مشکلات زیاد داشتن اونجا هرچه عاجلتر سفر کردیم و اون مشکلاتی که داشتن به خاطر حل اون مشکلات ما هم الحمدلله اقدام کردیم. و بعضی سفرهای ما که بود به ولسوالی ها فقط به خاطر از اینکه ملاقات با مردم بود، یعنی مردم و بزرگان تقاضا کردن از اینکه باید بیا به والیس بیا به ولسوالی و امرای از اون از نزدیک ملاقات کنن، از نزدیک و مشکلات اینا را امرای ولایت شریک بسازن. بعضی سفرهای هم به خاطر دعوت خود مردم بودن و اکثر سفرهایی که ما الحمدلله کردیم و ما زیاد به ولایت نمیشینیم، کوشش میکنیم اکثر زیاد بیرون میشیم به طرف ولسوالی به اطراف، یعنی به جاهایی که خیلی وقت کسی اون طرفا سفر نکرده بود، حتی رفتن با موتر به اون قریجات خیلی مشکل بود. الحمدلله به اون قریجات ما رفتیم، مشکلاتی که داشتن از سالها بین اونها قتل و قتال صورت گرفته بود. حتی ما یک نمونه داریم به ولسوالی سروبی، قریه اوزبین میگه یک دو قریه های دیگه است، تقریبا در اداره پیشین 29 قتل اونجا صورت گرفته بود و تا به امروز دشمنی بین مردم اونجا بود و واقعا دل ما هم سوخت وقتی که از این گپ خبر شدیم دیگه. فورا والی صاحب طرف ولسوالی سروبی سفر کرد، بزرگان و قریجات خواستن و هیئت تعیین کردن فقط به خاطر از اینکه قتل و قتالی که در بین مردم صورت گرفته به خاطر حل منازعات اکثر مشکلاتی که به واسطه ولسوالی اونجا حل میشدن الحمدلله حل شد و بعضی مشکلاتی که حل نمیشد اونها را به محکمه راجع کردن. و دیگه به ولسوالی ها که ما سفرات داشتیم به خاطر بازسازی بناها و یا هم به خاطر سفرهایی که داشتیم به مدارس خیلی زیاد سفرها داشتیم، به مساجدی که بعضی مشکلات داشتن الحمدلله به اونجا سفرها کردیم و مشکلاتی که داشتن الحمدلله به ما شریک کردن و به خاطر حل مشکلات ما تمام کوشش‌های خود کردیم و الحمدلله اکثر مشکلاتی که نسبت اونها به ما میشد ما الحمدلله حل کردیم و مشکلاتی که نسبت به اداره‌های دیگه میشد مثلا یا به معارف مربوط بود یا به صحت مربوط بود اونا الحمدلله امر مسئولین معارف و صحت شریک کردیم و اونا هم به خاطر حل و مشکلات اونا اقدام کردن.
مثلا در بخش معارف در اکثر ولسوالی ها که امروز ما یا کمبود کتاب ها بود یا در مکاتب کمبود معلمین بود یا هم در کدام مشکلات دیگه بود، الحمدلله امروز ریاست معارف شریک ساختیم اونا هم مشکلات الحمدلله حل شد. یعنی سفرهای تا نبود که فقط سفرها به نام سفرها بود. تا وقتی که ما سفر میکردیم همون مشکلاتی که مردم برای ما میگفتن یعنی روزانه والی صبر تعقیب میکرد که این مشکلی که مردم شریک ساختن شما به خاطر حل زی چی اقدام کردین نکردین. مسئولین همیشه به ولایت دعوت میشدن. یعنی بارها ما ممره تمام ریاست هایی که به کابل است نشست هایی داشتیم و می مشکلاتی که از طرف ولایت برای اونا پیشنهاد شده و از طرف ولسوالی ها اونا الحمد از اونا پرسان شده سوال شده که شما چی کار کردین اقدام کردین یا نکردین. یا مثلا بخش صحت مشکلات امبولانس ها بود، مشکلات کلینیک ها بود، مشکلات کمبود دواها، کمبود دکترها بود. الحمدلله متک سفرهای داشتیم و نتایج زیادی داشت الحمدلله. درست. در مورد بحث مقام ولایت کابل در گذشته یک نگرانی ای بود که فاصله بین مرکز تا ولسوالی ها زیاد هست، یعنی بیشتر توجه نمیشه به ولسوالی ها، بیشتر مقام ها یا کسانی که در رده بلند هستند در مرکز هستند و فقط به مرکز توجه میکنن. حالا شما چقدر روی ازی کار کردین که فاصله بین مقام ولایت کابل تا ولسوالی ها را از بین ببرید؟ جزاک الله تشکر، خیلی خوب سوال کردین یوسف محترم. ما تمام کوشش های مهمی است که مردم باید امرای مردم کابل باید امرای مقام ولایت کابل که چه رقم دوستی و محبت داشته باشد، چه رقم شود که اینا خوشحال شون از مقام ولایت کابل، از کارکردهای اینا و مشکلات اینها به خاطر آرامی اینا. کدام کارهایی هست که مثلا یا به سطح ولسوالی یا برای خود مردم شهر کابل، یعنی تمام کوشش‌های خود ما میکنیم که باید هماهنگی بین مردم و بین مقام ولایت بیشتر شود. از جمله نمونه ما تقریبا به هفته 4 سفر یا 5 سفر به ولسوالی 100% میکنیم. این ضروری است. یعنی شما ان شاء الله راپورای ما رو تعقیب می‌کنید، ما همیشه به ولسوالی ها میباشیم. تقریبا این شب جمعه گذشته والی صاحب ساعت 10 بجه شب بیرون شدیم، تقریبا تا به نیم ساعت به نماز صبح مانده و که ما پس آمدیم مقام ولایت. یعنی الحمدلله به یک شب 7 ولسوالی که خدامن که میگم 7 ولسوالی رو ما شب رفتیم گزمه ها و چک پوینت ها رو که از اینا دید و بازدید نمودیم و اونها که مشکلاتی که داشتن مسئولین ما اونا هم از طرف شب به خاطر از اینکه وقتی که ما ولسوالی سفر کردیم گزمه ها و چک پوینت های محکمی که بود الحمدلله خیلی زیاد خوشحال شدیم. خوشحال بعضی خاطر از شدیم که الحمدلله اینا نیروهای مجاهدین امارت اسلامی امنیت میگیرن و مردم الحمدلله همه به آرام خواب هستند و به سبب پس سبب وقتی که مردمی 7 ولسوالی خبر شدن که والی سبی طرف آمده بود دیگه خودش ما فکر کنین حتما یک هماهنگی یک خوشحالی بین مقام ولایت و بین مردم حتما صورت میگیره. و ما تقریبا دیروز نه پریروز به ولسوالی موسهی رفته بودیم، به ولسوالی دی سبز، یعنی هفته تقریبا ما تاولی به 3 ولسوالی رفتیم دیگه. الحمدلله تمام کوشش خود ما کردیم و میکنیم که چی رقم شود که مردم اطراف ولایت کابل که برزنا واقعا کار نشده، واقعا شما وقت که به ولسوالی سفر بکنین و مشکلات رو ببینین دیگه بر شما معلوم میشه دیگه. الحمدلله خیلی کوشش خود کردیم که مردم باید کدام راههای اسرای حلی چی است که مردم باید با مقام ولایت هماهنگ باشد و همکار باشن دیگه و مردم ان شاء الله راضی هستن. مردم ولسوالی هم اگه شما برین تیم خود روان کنین ان شاء الله اونا هم ما به شما اطمینان میدم که اونا هم خوشحالی خود از مقام ولایت و اعلان میکنن. درست. شما بیشتر اشاره کردین که بیشتر روی بازسازی هم کار کردین در هفته های پسین. مشخصا روی کدام موردها چه ساختین؟ پل ساختین، پلچک ساختین، مکتب ساختین؟ ما تقریبا به گپی است که امرای مؤسساتی که میای به ولسوالی ها کمک میکنن این واقعا خیلی زیاد کمکای روزا میاین. هر ولسوالی به 2000 مؤسسات داخلی است یا بیرونی؟ داخلی است، بیرونی است. اکثر ما الحمدلله ما یک چیزی که شما یادآور شدین مؤسسات داخلی روزا الحمدلله خیلی زیاد شدن. مثال نمونه یک مثال به شما میگم به نام مؤسسه الخیر این روزا به 10 ولسوالی برای ما مسجد ساختن که ما رفتیم به 2 ولسوالی افتتاح کردیم، به 8 ولسوالی دیگه الحمدلله مساجد افتتاح کردیم، کار روان شد. و امروز دیروز یک مؤسسه دیگه تقریبا به ولسوالی شکردره تقریبا به 2000 فامیل اونا کمک کردن. یا هم اکثر مؤسسات داخلی ما الحمدلله دست به کار شدن و الحمدلله خیلی جای افتخار است و خیلی ما شما باید بعضی خوشحال باشیم که مؤسسات داخلی ما الحمدلله فعال شد. این مؤسساتی که
مؤسسات داخلی ما وقتی که اینا برای مردم توضیح میکنن، ما برای اینا میگفتیم که شما صحبت کنین امرای مردم، برای مردم همین توضیح نکنین، به خاطر از اینکه مردم باز مفتخور آموخته میشن. شما در بدل کار برای اینا امی کمک هایی که هست، آرد، گندم، یک چیز دیگه است، اینا رو شما برای اینا توضیح کنین. باز الحمدلله اینا گپ ما رو قبول کردن، امرای ما موافق شدن، خوشحال بودن به گپ. باز کمی مثلا یک پولچک بود و اکثر ولسوالی که به سر سیلاب ها بعضی ویران شده بودن، بعضی موادی که از طرف مقام ولایت زراعت بود ما دادیم، بعضی موادی که خودمون مؤسسات دادن برشان، ولیکن الحمدلله به دست این مردم، یعنی ما موادی که برای اینا داده شدن امیت دادن شد در بدل کار یا پول ساختن یا پولچک ساختن یا مثلا سرکار جارو کردن یا مثلا بخش نظافت یا درخت شاندن، الحمدلله در بدل کار برای اینا داده شدن و تقریبا به تمام ولسوالی ها ما می فعالیت داشتیم. درست، شما گفتین که فعالیت ها بیشتر بود و در کنار از اینکه مؤسسات داخلی و بیرونی همراه شما همکار بود، خود مقام ولایت چقدر ظرفیت مالی داره، چقدر توانایی داره که در قسمت بازسازی کار کنه؟ چون شما میدونین نیاز به یک بودجه بسیار کلان داره ساخت و ساز. دیگه الحمدلله خود شما میفهمین که جنگ میدانی که بود الحمدلله خلاص شد و الله متعال مجاهدین امارت اسلامی رو کامیاب کردن، مردم مسلمان افغانستان. بعد از دیگه کفار خیلی کوشش کردن که جنگ اقتصادی رو به میان بیاورن و تا به امروز هم کوشش میکنن و الحمدلله به او تا ناکام ماندن، کامیاب نشدن. به یک فشارها و یک مشکلات که بالای حکومت امارت اسلامی اونها وردن که باید اینا چی رقم از لحاظ اقتصادی اینا باید به پا بشینن، اینا رو باید سرکوب کنن، نکردن الحمدلله. و این هم برکت امی تکالیف و زحماتی که بزرگان امارت اسلامی میکشن هم از برکت اونا هستند. به تمام ولسوالی ها، به ولسوالی هایی که ضرورت بوده که باید از بودجه خود دولت بر اینجا کار شود، ما الحمدلله مو مکتوبی که روان کردیم یا به وزارت مالیه یا به وزارت شهرسازی یا به دیگه این مشکلات اونا بر از اونایی که ما روان کردیم اونا الحمدلله اقدام کردن. یعنی این هست که یک ولسوالی که مثلا مشکلات داشته باشن برای بودجه دولت نیاز داشته باشه، ما او رو به اداره مربوط شریک ساختیم، اداره مربوط برای حل و مشکل اقدام کردن. درست. موضوع امروز برنامه در پیوند به کارکردهای مقام ولایت کابل هست و مهمان من هم ضیاءالله هاشمی، سخنگوی مقام ولایت کابل در استودیو حضور دارند. شما هم مشخصا در مورد اگر نظری دارین میشه همراه همکاران بخش تکنیکی ما با تماس شوین و حتما اونا هم با استودیو وصل میسازن. در جریان برنامه در مورد بحث های مختلف ساخت و سازی که مقام ولایت کابل داشت، آقای هاشمی تشریحات دادن در بحث بودجه، در بحثی که مؤسسات خیریه هم وجود داره و ای که رضایت مردم چقدر هست و یا هم نگرانیشان یا هم خواستشان از مقام ولایت کابل و موردهای مختلف دیگر شریک ساختن که همچنان روی بحث هایی که باقی مانده ما صحبت میکنیم. در مورد سیلاب هایی که جاری شد، بیشتر ولسوالی های پایتخت هم مردمش آسیب دید و متضرر شدن. نگرانی ای است که وقت کمک صورت میگیره شفافیت وجود نداره، یا با کسایی که در همو قریه صلاحیت بیشتر دارن یا هم قدرت بیشتر دارن شما کمک ها رو به اونا میتین، بعد اونا هم به دوستان و نزدیکان خود توزیع میکنن. چقدر روند کمکی که شما البته نهادهای مختلف کمک میکنن، مشخصا مقام ولایت کابل چه کرده و چقدر شفاف بوده این روندش؟ تشکر. به این سیلابایی که بخیر آمدن خصوصا به ولسوالی موسهی یا قره‌باغ، به ولسوالی که اکثر تلفات داشت، تلفات جانی الحمدلله بخیر نداشتیم، تلفات مالی که بود بعضی مردم خانهشان خیلی تخریب نشده و بعضی مردم باغایشان تخریب شده بود. از طرف ما فوراً که به یک ولسوالی مثلا یا هوا مزی بارانی میشد یا ابر مزی معلوم میشد، ما فوراً امر ریاست صحبت میکردیم که آمادگی خود داشته باشین به خاطر احتیاط، ریاست حوادث و ریاست فواید. اما الحمدلله یعنی اکثر کمکایی که به این ولسوالی ها به وقت سیلاب آمدن سیلاب ها صورت گرفته از طرف خود حکومت بوده، خصوصا ریاست حوادث که چندین بار ما و راپور امر رسانه شریک ساختیم که برای مثلا به ولسوالی موسی برای هزاران خانه اونجا کمک
یک کمک مواد غذایی بودن که آرد و چیزا خود اونا جلا هستن. بدون از این مردمی که خانه هایشان کمی تخریب شده به اندازه که تخریب شده، مثلا یک خانه خیلی تخریب شده، برای کمک زیاد ضرورت داشتن. پول نقد از طرف خود دولت برای اکثر اینا الحمدلله صورت گرفته و تا به امروز هم روان است. تقریبا 3 روز پیش ما امروی رؤسای مقام ولایت کابل نشست داشتیم که خود ریاست حوادث و گپ گفت که ما فعلا هم در حال بردن کمک ها برای مردم هستیم و بعضی مردمی که مثلا مشکلات زراعت داشتن، باغای اینا تخریب شدن، الحمدلله بر اکثر مردم زرنجا داده شدن از طرف خود حکومت، نه از طرف کدام مؤسسه. برای اینا زرنج ها و یا هم تخم ها و یا هم درخت ها، امی چیزایی که اونا متضرر شدن، الحمدلله این انشالله مردم زیاد خوشحال هستن. واقعا ما هم که به مور وقت سیلاب آمده، ما چندین بار به ولسوالی موسی یا به ولسوالی قره‌باغ یا ولسوالی دیگه که سیلاب آمده خود ما سفر کردیم، والی سفر کردم، مشکلات از نزدیک دیدم و ما هم از وزارت از ریاست حوادث واقعا خیلی زیاد خوشحال هستیم که واقعا به وقت بر مردم رسیدگی کردن، وقتی که از مردم پرسان کردیم و انشالله مردم ولی شکایت ها هم ندارن مثل که قبلا داشتن که توزیع به طور شفاف نمیشه. هر خانه‌ای که تخریب شده بود خود از طرف ولایت و از طرف ولسوالی به وردونه ما نماینده تعیین کردیم، تمام خانه ها رو مشخص کردن، نام نویسی شدن به خود ولسوالی و الحمدلله کمک هایی که اگر از طرف مؤسسات شده باشه یا از طرف مقام ولایت شد بخول به طور شفاف و عادلانه الحمدلله بود. ممنونتون. موضوع امروز برنامه در پیوند به کارکردهای مقام ولایت کابل هست و مهمان من هم ضیاءالله هاشمی سخنگوی مقام ولایت کابل در استودیو هستند. برنامه همچنان ادامه داره اما پیش از آن رفت و برگشت کوتاه. سلام مجدد به دوستایی که تازه پیوستند. شما بیننده برنامه مجله صبح هستین و من محب یوسفی تا رأس ساعت 10 میزبان شما هستم. آقای هاشمی، یک نگرانی بسیار جدی که وجود داره ای است یک شماری از کسانی که حالا کشور را ترک کردن رفتن و بیرون از افغانستان به هر نحوی که بوده گفته میشه جایدادشان، خانهشان، موترشان یا هم آنچه مربوط اونا میشه توسط نیروهای شما به نحوی گرفته شده. آیا همچون مورد واقعیت داره؟ اگر واقعیت داره موضع مقام ولایت کابل در برابر خانه کسانی که در پایتخت هست چه هست؟ تشکر. ما یک گپ قبلا گفته بودیم حالی میگیم که امی کسانی که رفتن افغانستان ترک کردن، خیر اگر هر چقدر جرم داشتن دیگه بردن میگیم که بیان وطن خود بیان، وطن خودی که آمدین هم خانه خود شماست، محترم خود شماست، هیچ کس باز اونا کار نداره، میده به شما انشالله یه بیخی بیغم باشین. یک گپ دومی است که شما گفتین که مثلا اکثر مردم ولی خانه های مردم پایتخت گرفتن. این خانه ها فرق میکنن، بعضی خانه هم به خود مردم کسانی که از کشور رفتن از اداره پیشین و بعضی خانه ها مربوط به حکومت میشه. درست است. خانه ها هدفتان بیت المال هست که ما هم میپذیریم. هدف ما خانه ها و جایدادهای شخصی بود. جایدادهای شخصی دیگه خود یک دو یا سه دانه چیزی که باشد نفری که خانه گرفته باشند دیگه، یعنی الحمدلله ایت نیست که همه میته باشن و ما کمیته را فعال کردیم، کمیته غصب زمین ها هستن و به او که هست همی کارام از اونا تعلق دارن که نماینده در ریاست الوزراء و وزارت داخله و از ریاست استخبارات از مقام ولایت کابل هستن. اینا هم به خاطر امی که امی جاهایی که هستن پس اینا را واگذار کنیم. ما الحمدلله ما خودم تا فعلا کدام واقعه را زیاد خبر نشدم، ولی که شما یک چند جای به شما معلوم است دیگه انشالله به خاطر از اینکه ما به شما میگیم که ما هیچ وقت به زور به خانه کسی نرفتیم که به زور خانه از اونا بریم و خانه از اونا تسلط کنیم و فامیل خود اونجا ما جای به جای کنیم. یا اگه اونا به خارج رفتن حتما امرایشان صحبت شده از طریق تلفن یا به طریقه وکیل محل باز صحیح است، ولیکن یکی به زور بره ولیکن یعنی کس حق پذیر نداره که خانه شخصی کس را بگیره حتی اگر نیروی امارت اسلامی باشه یا عضو امارت اسلامی نه باشه. ولیکن اگر رضایت خودش همو که به خارج بود یا مثلا او رابطه کرده با امرای وکیل گذر
حوصله از که شد باز هیچ مشکل یعنی توافق طرفین باشه مشکل نیست، مشکل یک طرفه نمیشه. یک طرفه نباشه. درست. و شما پیشتر در مورد غصب زمین هم گفتین که در حکومت پیشین صورت گرفته بود، حالا چقدرش شما دوباره مصادره کردین با کسانی که مال اونا بود؟ نه تشکر. ما امی کمیته که به شما گفتم که درباره غصب زمین ها مشخص شده است، الحمدلله کمیته روزانه به ولسوالی ها میرن و امی زمین هایی که قبلا غصب شده بود به واسطه مردم اداره پیشینی هم به مردم عادی که غصب کرده بودن، یعنی الحمدلله خیلی زیاد دستاوردها داشتیم، یعنی خیلی زیاد به هزارها جریب زمین ما پس گرفتیم. که یک نمونه شو بگم، دیروز به ولسوالی شکردره تقریبا 4000 جریب زمین، 4000 خیلی زیاد است، ما از دست غاصبین الحمدلله اونا رو گرفتیم پس دیروز. و که و راپور ما و رسانه ها شریک ساختیم، دیشب شریک ساختیم بله. و درباره غصب زمین ها ما بازم میگم هر کسی که زمین ها رو غصب کردن خودشان اعلام کنن به طور عادی، پشیمان شون. اگه خدا نخواسته همی کمیته هم رفت باز زمین از اونا گرفت، باز دیگه امروز دو نفرم برخورد قانونی صورت میگیره. من میگم که پیش از پیش زمینایی که غصب کردین این خود دیگه به دنیا خوب لذت داره، خوب خوشحال خواب بودی، خانه جور خواه کرد، ولیکن با آخرت دیگه این حق تمام مردم افغانستان رو تو خوردی. با آخرت نیست که من تنها گردن تو رو بگیرم، تمام میلیون ها مردم افغانستانی که در افغانستان زندگی کردن میکنن اینا هم در روز قیامت گردن تو رو میگیرم و باید پاسخ بدی. پاسخ نداری، غصب کردی، غاصب هستی دیگه الحمدلله کمیته تمام، یعنی ان شاء الله ما فعالیت های یک ساله مقام ولایت کابل به می چند روزا ما رسانه ها شریک می سازیم. الحمدلله یعنی واقعا کمیته غصب خیلی زیاد دستاوردهایی داشتن که در هر ولسوالی چند صد جریب زمین، چند هزار جریب زمین الحمدلله دست از اونا پس گرفته شده و فعلا هم همین کمیته در حال کار است، به ولسوالی سفر میکنن. درست. این روند شما چقدر به گونه یکسان پیش میره هاشمی صاحب؟ چون بعضی ها نگران بودن، مثلا میگفتن که بعضی منطقه ها گرفته میشه و بعضی منطقه ها گرفته نمیشه. نخیر. این سیاست شما یعنی سیاست دوگانه خو نیست؟ این گپی است که یک مسئله این است که خود مردم شکایت میکنن، مثلا زمینای شخصی که غصب شده، صحیح شد، و اونا زمینای شخصی که غصب شده اول ما کوشش میکنیم که توسط می کمیته می زمین پس به صاحبش برگردانیم و اگه خام به از این طریقه حل نمیشه به محکمه راجع میکنیم و مو قواله و میچسایی که داشتم باز دیگه زمین از خود شخص است و ایرم شما بخی بیغم باشین که یک قریه ان شاء الله تعالی به تمام کابل از ما نمیمانه، نه که یک قریه میریم یک قریه دیگه نمیریم، به خود ولسوالی که میریم یک نماینده از ولسوالی میگیریم، تمام قریجات ولسوالی از یک ولسوالی که تا خلاص نشده باشه به ولسوالی دیگه هم شروع نمیکنیم دیگه. الحمدلله به کل شفاف و عادلانه است، این نیست که یک جای ترک میشه یک جای نمیشه، تمام کابل الحمدلله چه جریان در حتی داخل خود شهر کابل. درست. و در قسمت تامین امنیت در هفته های پسین شما گواه هستین که ما شاهد انفجارها بودیم به ویژه در مسجدها که بیشتر نگرانی را هم خلق کرده. حالا ضعف در چه هست؟ چرا مقام ولایت کابل در هماهنگی با نهادهای امنیتی کوتاه آمده؟ چرا نمیتونه جلوی همچون انفجارها را بگیره و در پس این انفجارها کی هست؟ تشکر. ما خو این نظام اسلامی را که الله متعال به بالای مردم افغانستان حاکم کرد و ایت نظام اسلامی ان شاء الله تعالی دیگه در تمام دنیا ایت نظام دیگه وجود ندارد که همچین نظام اسلامی باشن و مردم همیت خوب، یعنی واقعا این نظامی که الله متعال آورده است به دل دشمن واقعا یک آتش روشن کرده است دیگه. اونا آرام نشستن نمیتونن، دشمن دشمن است دیگه. اونا آرام نمی نشینن ولی طرف امارات اسلامی نیاز داره که مسئولیت بگیره. خیر بینین اونا آرام نشستن نمیتونن دیگه، از هر لحاظ مثلا به میدان خو الحمدلله شکست خوردن، اگر کفار بود و اگر خوارج و داعشی و اینها بود، حال میدان خو الحمدلله باخته، حال دیگه جای خود نمیتونن الا مگر مساجد یا در بین مردم دیگه جای خود زور اینا نمیکشند. ما همراه با هماهنگی همراه قماندانی و همراه ریاست استخبارات و خود مقام ولایت کابل یعنی همیشه نشست ها داشتیم و نشست ها الحمدلله بی نتیجه نبوده. من میگم کم کم انفجارهایی که میشه ولیکن در پهلوی از ما خیلی زیاد دستاوردها داریم الحمدلله.
چندین بار دشمن به وسیله یعنی موتراره که با وسیله موتر به ما میگن یا هر چی میگن که اینا میخواستن داخل شهر کابل داخل شون، الحمدلله دستگیر شده خیلی جهات و خیلی جاهایی که مثلا اینا دشمن حتی اتکارار کرده بودن که در وسط تلویزیون اینا مثلا مین جای به جای میکنند و وسیله در داخل بایسکل در داخل موتورسیکل در شهر در بعض جاها اینا دشمن اینا را جابجا کرده بودن ولی الحمدلله کشف شدن. درست شما تحقیق کرده اینا که هستن از کدام چشمه ها آب می نوشن؟ اینا دیگه آب نوشیدن معلوم است دیگه که از کفار می نوشن، از اینا می نوشن و از اون طریقه حمایه میشن و دیگه من چیز میگم که ایت دشمن که او دیگه فکر خانه الله رو نکنن، فکر مساجد نکنن، فکر مکاتب و مدارس و طفل و زن و مرد و سفید اینا رو نمیکنن. از این دشمن دیگه دشمن ذلیل‌تر و بدتر دیگه اصلا بیخ پیدا نمیشه و اینا که هر چقدر میگن اگه خوارج هستن اگه هر کسی هستن حالی که بنام اینا این کار میکنن، من خیر الحمدلله بر تمام مردم افغانستان اطمینان میدم که چی رقم که مردم میگن که دیگه گروه ها در افغانستان وجود داره، الحمدلله وجود نداره و مثلا که اینا میگن خوارج، اینا الحمدلله در افغانستان وجود نداره. اگه شما از داستان های اینا که در جلال آباد بود، در جوزجان بود، در بعضی ولایت ها دیگه بودن که اینا الحمدلله در جنگا چی رقم شکست خوردن دیگه، ان شاء الله دیگه به زندگی برای درس بشن که اینا به افغانستان نه و اینا یا در افغانستان اگر وجود نداره آقای هاشمی چگونه بی حملات سازماندهی میکنن؟ خودت هست دیگه من گفتم که از طریق دشمنی که از کفار که هستن این نظام واقعا بالای مردم افغانستان اونا خوش ندارن که نظام مردم افغانستان یک نظام اسلامی و یک آرامش داشته باشن. قبلا شما اگه فکر بکن به هر ولایت به چقدر کشته 200 نفر 100 نفر یا 900 نفر به هر ولایت قتل و قتال صورت می گرفت که حال تقریبا که 34 ولایت ما جمع کنیم خیلی زیاد نفر است، ولیکن حال الحمدلله خیلی زیاد امنیت آمدن نسبت به وقتهای دیگر، ولیکن عملات کوچک کم که هستن ان شاء الله به خاطر حل مشکل امنیتی و امی گرفتاری همچنین دشمنان و کسایی که در پشت پرده هستند که میخوان همچنین حملات صورت همچنین حملات در پایتخت یا هم در ولایت دیگر افغانستان اونا چیز کنن برابر کنن، الحمدلله به خاطر دستگیری از اونا ما تمام کوشش خود کردیم و خیلی دستگیر شدن اکثر، یعنی الحمدلله بعد از اینکه اینا خیلی دستگیر شدن می حملات هم کم شدن. درست است. مشخصا برنامه شما به خاطر تامین امنیت مسجدها به ویژه در روزهای جمعه که بیشتر هموطنای ما میرن به خاطر ادای نماز چه هست؟ ما به تمام مردم کابل این میگویم که واقعا برین به استه دل به آرامش بدون از ترس به مساجد برین، نمازهای خود بخوانین. اگه ما شما خدا نخواسته مساجد ترک کنیم دیگه دشمن باز میفهمه که ما واقعا به هدف خود رسیدیم دیگه. ما روزهای جمعه که هست به تمام مساجد پیش از پیش میریم تمام مساجد چک میکنیم که کدام دشمن کدام اراده نکرده باشن و یا هم مثلا ما دیروز امرای خطیب صاحبای شهر کابل و از ولسوالی ها مریضان نشسته داشتیم، اینا مثلا در بخش مساجد که برای افراد نظامی ضرورت داشتن در بخش ازی هم امرای اینها ثابت شد و انشالله به می روزای حتما یک لایحه تصویب میشه در بخش امنیتی مکاتب و یا هم مدارس و یا هم مساجد دیگه. من انشالله به تمام مردم کابل میگم که بریم به آرامش نمازهای خود بخوانیم در مساجد بدون از ترس و هراس دشمن انرژی ندین کاری کن که دشمن که چه رقم میخواد با قدرت و با چیز در مقابل ما شما بجنگد، ما شما از طریق می عبادت از طریق می رفتن به مسجد دل اینا آتش میگیره. بس و برنامه های آینده مقام ولایت کابل کدام هست؟ برنامه های آینده که مقام یکی خود در بخش امنیت است ان شاء الله که کوشش خود میکنن، دیگه در بخش ولسوالی ها در بخش می ساختن مساجد در بخش خود ولسوالی ها که بودن یا در بازسازی یا هم در امی پول و پلچک‌ها یا هم مکاتب یا هم کلینیک یا هم کمبود معلمین یا هم کمبود دوا یا کمبود دکترا می هم که هستن، ولیکن الحمدلله روان هستن. ما هم بعد از این به ولسوالی ها سفر میکنیم تا امروز هم که داشتیم مشکلاتی که داشتیم به شما گفتیم که الحمدلله اقدام صورت گرفته، بعد از این به ولسوالی ها میریم مشکلاتی که دارن امر ما شریک میسازن و ما هم به خاطر حل اونا اقدام میکنیم. ممنونتان ضیاءالله هاشمی سخنگوی مقام ولایت کابل، سپاس از حضورتان. تشکر از دعوت شما، سلامت باشین. خیر. همچنان بابت همراهی شما بیننده های عزیز سپاسگزار هستم. همکاران بخش خبر ما تلاش میکنن تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را هر ساعت به شما پیشکش کنن. شما میتونین بیننده
خبر تلویزیون یک هر ساعت باشین. در برنامه مجله صبح هم ما تلاش میکنیم پل شویم میان شما و مسئولان حکومتی تا صدای شما شنیده شود و ما هم اندک سهم داشته باشیم در کاهش مشکلات و چالش های شما. در مورد برنامه امروز باید بگویم در همین دقیقه به پایان میرسه. فردا رأس ساعت 9 همین جا و همین استودیو با شهرداری بحث خواهیم کرد. خداوند نگهدارتان.